اگر امام سهوا 5 تکبیر گفت در جنازه چی حکم دارد؟ در ابتدای اسلام پیامبر علیه السلام بعضی جنازه رو 5 تا خواند، 5 تکبیر گفتن، بعضی جنازه رو 5 تکبیر گفتن و بعضی جنازه رو تا 7 تکبیر میگفتن. بعد اخیری مرحله اخیری مدینه منوره تمام 4 تکبیر قرار گرفتن و تمام مذاهب با این 4 تکبیر عمل میکنند. مبادا اگر فراموشانه 5 تکبیر بگوید صلات جنازه را اعاده نمیکند. صلات جنازه با پررگی نماز جنازه درست است، اعاده شرط نیست. مبادا اگر 3 تکبیر بگوید سلام بدهد در اینجا قوم منع میکند، صلات جنازه را اعاده میکند. اما اگر 5 تکبیر بگوید صلات جنازه درست است و اعاده شرط نیست. سلامت باشید. خیلی چیزهای نو آموختیم از شما استاد گرامی.